تقویت سیستم ایمنی بدن با استفاده از مکمل طبیعی حاوی سیلیس الن بیوتی. سیستم ایمنی بخشی از بدن است که سلول‌ها و مولکول‌های خودی رو از بیگانه مثل میکروب‌ها و ویروس‌ها شناسایی می‌کنه و اونها رو از بین میبره. اصلی ترین سد دفاعی بدن است و شامل دو قسمت دفاع اختصاصی و دفاع غیر اختصاصی است. دفاع غیر اختصاصی در برابر تمام عوامل مخرب یکسان عمل میکنه که شامل پوست، آنزیم‌های موجود در اشک، عرق، مایع مخاطی و بزاق و همینطور خود لایه مخاطی است. قطره سیلیکون خوراکی الن بیوتی شرکت شبکه نفیس باعث تقویت پوست می شود. از آنجایی که ترکیب این قطره خوراکی تأثیر مستقیم روی افزایش تولید کلاژن دارد و بخش عمده پوست از کلاژن تشکیل شده است، می توانیم بگوییم یک پوست سالم دارای درصد مناسبی از کلاژن سالم است که مصرف قطره سیلیکون خوراکی این هدف را محقق می کند. در دفاع اختصاصی در صورتی که عوامل بیماریزا از سد دفاعی اول عبور کنند، دفاع اختصاصی که شامل لنفوسیت هاست وارد عمل می شود. لنفوسیت ها می توانند به صورت اختصاصی عامل بیماریزا را شناسایی و تخریب کنند، اما در مورد دفاع اختصاصی گزارش ها حاکی از این مسئله است که سیلیکون بر تکثیر لنفوسیت ها و نقش آنها در سیستم ایمنی نقش مستقیم دارد. طی مطالعات انجام شده، سیلیکون با افزایش نوتروفیل لنفوسیت های تی که مکانیزم دفاعی رو بر عهده دارند، باعث تحریک و تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. همچنین از ترشح عوامل عفونی ریوی جلوگیری می کند. سیلیکون باعث افزایش سطح آنتیبادی در بدن شده که این عامل نیز باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. این عملکرد یک واکسن طبیعی می باشد که بدن را از عوامل بیماریزا مانند ویروس ها محافظت می کند. سیلیکون اثرات مهار کننده و سرکوب کننده روی باکتری های باعث ایجاد سردرد و تهوع دارد. سیلیکون مسئول تقویت سیستم ایمنی بدن است. از آنجا که بخش عمده سیستم خونرسانی بدن از کلاژن تشکیل شده است، افزایش کلاژن به ترمیم مویرگ‌ها و افزایش خونرسانی و در نتیجه تقویت سلامت عمومی بدن و قدرت بخشی به سیستم ایمنی اثر می‌گذارد. به علاوه سیلیکون خاصیت سم‌زدایی دارد و به تقویت ریه‌ها و دستگاه تنفسی بسیار کمک می‌کند. شرکت شبکه نفیس پیشتاز در صنعت فروش مستقیم ایران.